این ساکنان در رودخانه پر از سنگ و شغل برای جمع‌آوری سنگ نآمده‌اند. آنها تلاش دارند از میان سنگ و شغل رودخانه شگنا طلا پیدا کنند. تا اولهای فصل گرما هر ساکن میتوانست از این رودخانه که با کارخانه‌های کارکرد طلا نزدیکی دارد به زرشویی مشغول شوند. اما دیگر مقامات افرادی را که به دست طلا می‌کابد به این منطقه راه نمی‌دهند. همین وقتی که اجازت قرار حکومت برآمد برای دادن اجازت دی همین رو در وقت قرار قبول شد، همین معین نکردن. که وقتی که همین بحثا که برآمد بعد همین دیوم باره سپرده شد و همین اداره گیولوژی تاجیک معین کرد که جای کارکرد همین کارکرد دستی در حدود موضع حضرت زیدالله. بعد به مردم فهموندن که همین خیلی جای کار شما در همینجا باید ادامه یابد. این مانع گذاری بیشتری ساکنانی را که از این منطقه نان پیدا می‌کردند رو به روسیه و یا به کارهای دیگر برد. امید ساکن شگنا بوده، حالا در دوشنبه به اراوکشی مشغول است. او میگوید منطقه‌ای که برای آنها جدا کردند هیچ امکانی پیدا کردن طلا را ندارد و منطقه‌های پیشین هم رفتن نمی‌توانند. در سال 2021 حکومت خاولینگ به 612 نفر اجازت رسمی دادند که در شگنا به زرشویی مشغول شوند. بیشتری آنهایی که این اجازتنامه را گرفته‌اند مثل امید بعد تغییر مکان از کفتن طلا دست کشیدند. اینا رفته این شخصا با اجازتنامه داشتند، لیکن در حدود کارخانه‌هایی که اونا علاقه زمین به وابسته شدگی بود حدودی بود، اینا در همون حدود کار کردن. برای همین از حدود همون کارخانه‌های بقای گرفته برآورده شد. افرادی که به کفتن طلا مشغول است میگویند برای پیدا کردن طلا هفته‌ها باید ماشین‌های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد. پیدا شد. بعد جاری شدن قاعده نو در مکان‌های طلای شگنا دیگر ساکنان اجازه ندارند از رودخانه‌هایی که به کارخانه‌ها نزدیکی دارد طلا جستجو کنند. ساکنان میگویند که در گذشته با وجود فعال بودن ده‌ها کارخانه در این منطقه برای پیدا کردن طلا در رودخانه هیچ ممانعت نبود. اما قاعده نو این رودخانه را به آدم و افراد طلاکاب را به کارهای دیگر تشویق کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شگنا.